سلام دوستان، خوش اومدیم به قسمت 2 مایکروفت روی هوا از چنل یوتیوب من. خیلی ممنونم که ما رو حمایت میکنه. امیدوارم که قسمت 1 خوشتون اومده باشه. میایم شروع میکنیم قسمت 2 رو. خیلی خب، من اینجا رو بزرگتر کردم. خب یه خورده اومدم بازی کردم و تونستم که اینجا رو بزرگتر کنم. بله، همونطور که میبینید دوستای جدیدی به ما اضافه شدن. بله، اصغر و سهراب اسمشون اینه. من بله، ایشون هم اسمش ساناز، نمیدونم از کجا فهمیدم ماده است، ولی یه سیدان گفت ماده است. بله، یکی اینه بود. بعد اینجا هم که خود بزرگتر کردم. اینجا اونم هندانه کاشتم. بله، اونجا رو رفتم کشف کردم. ببینید اینجا رو بزرگتر کردم. واقعا پدرم سان در اومد. اینجا صندوقچه بود کندم و به من هندونه و کدو دادش. و از این چیه؟ نه بامبو چیه؟ بله، نه میخواستیم خب بریم. تا من خونه رو نرفتم داخلش ببینم چیه. میخواستم با خودتون برم افتتاحش کنم و ببینم که داخل اون خونه چیه. آخه دکمه داشت بری روش واسه کنم یه جا ببرم. لال فکر کن تله باشه. من این گاوا رو اینجا بردم. ببین اینجا اون دکمه است. یا خدا، اوه چی شد اینجا؟ کجاست؟ اینا چیه؟ این چیه؟ برگشتیم اینا. من اشتباه شد. بذار اون یکی رو بزنیم ببینیم اون یکی چی بود. خب این چیه؟ اینا چیه؟ TNT اسلایم. اوه آجی کنم فروشگاه. این چیه؟ $30. نه آره، این $1000 گفتم پول به چه کارمون میاد. برای همینا TNT اینجا چیزا. این چیه؟ اوه زغال $80. بذار یه دونه زغال $80 عوضی. آهن چند دلاره؟ آهن $100. واقعا خیلی زیاده ولی میصرفه. یه نه اینا بگیریم واسه ساخت سپر نیاز داریم. 205 آخه عوضی $250. بذار این ماسک هم بگیرم خوشگل میشیم. نه کریپر بگیرم، از اونا بگیرم یا اسکلتور. 500 توی عوضی 200. بذار یه زامبی بگیرم. زامبی شد چه باحال. این چشمشه داره $80. ببینیم یه چیز. 720 پول داریم. یکی چیه؟ اوه تخم. ای والله ویلیجر میده به ما. جادوگر. او چه چیزایی هم. ای والله از اینا. با اینا میتونم اون چوز بزنیم. بدیم داد به ما. نداد. ببین این یکی رو بزن. ریدم. اینجا چی میده؟ ای والله اینجا ایناست. آب $4000 تا پول عوضی. چی میده؟ ای والله $50. اینا بذار یه ذره بگیریم. 2 تا داد. فقط چرا دونه ای میده؟ 64 تا نمیده. خیلی احساس سیب زمینی نیاز میشه. 3 تا سیب زمینی گرفتم بکارم. درخت درخت نمیخوام. همه نوع درخت داریم. این یکی چیه؟ بخش اوه ای والله تیرکمون $100. 80. انقدر مشعل $50. داشت چیه مگه؟ $1000. $100 لول.
$2000 جنگ یه فندک نیازمون میشه. سپر $100. اون وقت ما $100 پول یه آهن دادیم. منطقه بازی. $200 یه دونه از اینا چی بگیرم نیاز میشه. $200. آره یه دونه اینا بگیرم خیلی نیاز میشه. این چیه این چیه؟ قرون پدرت لعنت. خب بذار یه دکمه دیگه هم بود. من کدومو زدم؟ اینو زدم، اونو زدم. اون که منو دوباره آوردم اونجا. ای بابا انقدر همشون میاد. این بلوک ملوک چی داره؟ خواهد $40. بابا دمتون پشم 40 تا. ای ولاجی تخت. 1 2 3 تخت اونجور میتونیم راحت بخوابیم. تخت نتونستم بسازم. یه بسته بریم 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 بریم. اینه آره. برگشتیم اینم بزنیم بریم بیم. غذا انگار نداشت نه؟ مشعل توانستم یه چند تا بگیرم. از اون چیزه داشتش مشعل توی. خب دوستان چی داریم؟ اونا میتوانیم راحت بخوابیم. چوب مورد نیاز است. چوب چند تا داریم؟ 12 تا چوب داریم. تختمون هم راحت میتونیم بسازیم. اینم از تختمون. یه خونه هم بسازیم ها. باراج یه خونه هم از مثلا نیاز داریم. اولین شبمون رو خوابیدیم دوستا. بله راستی امیدوارم که از چیز بازی موبایل لجند خوشتون بیاد. یه لینک یه چنل رو میذارم این پایین واسه رفیقمه که موبایل لجند بازی میکنه و واقعا هم کارش خوبه. خیلی بالاتر از من و واقعا کارش خیلی خوبه. حتما برین یکی ویدیوشو ببینید. حتما خوشتون میاد. ضرر نمیکنه. حتما یه بار امتحانش کنید. خب خوابیدیم سر درخت داریم. یه عینه یه دونه بکارم. کجا بکارم؟ بیا اینجا بکارم. ایلام از سال خراب شد. اینو دست نمیزنیم چون انقدر باگ داریم. شمشیر چوب بذاریم. راستی درخت در اومد. اسم تختمونو یه اسم رو تخت گذاشتیم. عجب کله‌ای دارم من. سیب زمینی ها اونو بکاریم به جای فعلا که بره. فعلا سیب زمینی ها اونو نمیدیم اینجا بکاریم. اینجا ببینیم این چی جوریه. یعنی من پرت کنم برمیگرده یا نه. نه باید برم خودم بگیرم. او آهن یه سپر نیازمندیم. اینم از این. یه سپر گیرمون. من کریپتون هستم. خیلی خب بریم یه زمینه دیگه رو با هم فتح کنیم. به چی احتیاج گفتیم؟ بله به چوب. البته بکنیم سن خیلی ممنون میشم. گمشون آقای اصغر بودی کی بودی یارم.
هر دقیقه یه اسم بذارم روشون. پولا رو ستایی کردم، سه ردیفی کردم که نیفتیم، چون که واقعا چند بار نزدیک بود و بیفتم و واقعا خیلی حس بدی بود. حتی سکته دیدی یا سکته میکنم که واقعا حس بسیار بدی بودش. 4 درخت کاشتم همه رو کندیم که دوباره حالا درخت بکنیم. شد ولی بگی 3 تا. خیلی خوب میریم اینجا. 42 تا. خیلی خوب کدوم سمتی بریم؟ این سمتی. اون اسبه رو من میخوام گیر بیارم. من خسته کنم اصلا. سلام عرض ادب. نندازیم ما رو کنی هست نیازمون میشه. من آهن رفتم خریدم اون وقت. منطق بازی پول دادم 100 دلار. دایمند طلا دایمند. من این همه خوشبختی محاله. به با حجی وقتی بازی یه طرف باد حال میکنن یه طرفم میرینه تو حاله. خب اسب رو با چی باید بکشی؟ با تنا؟ حاجی برگام ریخت ناموسن. دمش گرم ناموسن برگام ریخت. ای والله ای والله واقعا دمش گرم. ریدم. 5 تا اینا 5 تا اینا 7 تا اینا. اینجا 13 تا. 3 تا دایمند داریم حاجی. چی بسازیم؟ چوب هم داریم یاره. بذار ببینیم چیه. اوه چی بسازیم؟ میبینی میخوام چیکار کنم؟ میخوام یه کلنگ آهنی بسازم چون نیاز میشه احساس میکنم و با دایمندامم فعلا نمیخوام کار خاصی بکنم. دایمندامو میذارم اینجا اینجا نمیذارم. ای والا یه دونه ویلیج آجی از کجا ویلیجر از کجا باید گیر بیاریم؟ ویلیج نداره اینجا فکر کنم. حالا امیدوارم وای 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 آب ریدم. وای آجی نزدیک بود ببینم وسیله چقدر هستم بود. وای 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 باید دور این مواد مذابا یه چیزی بذارم. نامصب بیشترش هم میسوزه. خب ای وای نریم دوباره توی مواد مذابه. خب چند تا سنگ تونستیم گیر بیاریم؟ 11 تا. میخواستم چیزی بسازم. نه سیب داریم. غذا یا حاجی
حاجی فکری دارم وسیله‌امو بذارم چون غذام کم میشه و من غذا ندارم. وسیله‌امو بذارم تو این چسته. خب بعد بمیرم. امیدوارم برای زنده بشم از همینجا بیاد بازیو از اول برنامه. چیز نداریم. وای کلاگی 200 خوردی پولش شده. سقوط آزاد. من این همه رفتم برگام. سلام خیلی چیزم میرو. وای خب اینم از اینم بذارم. این از این. این کلنگه آجی یک دسته اگه ما افتادیم مردیم کلنگه از من فنکه از من نداره. این زغاله هم گرونه واقعا. بقیه از این رفت. خب بریم اینا رو هم تبدیل به چیز کنیم که میخوایم بریم یه جا دیگه هم افتتاح کنیم. اینوری بریم اونوری بریم کدوموری بریم. از نظر من میگم اینوری نه حاجی یه طرف بریم. الان اینور رفتیم. اینور رفتیم اونور رفتیم حاجی اونور میرم. من دقیقا اینور میرم. اینجا یه افتتاح کنیم ببینیم چی تو چستش میفته واسم. اون درخت ها اونور میفته حتما چون هر جا درخت داشته باشه از اون نوع درخت چند تا هستش. الان چند تا زمین رسیدیم؟ 1 2 3 4 تا زمین رو تا الان ما رفتیم و کشف کردیم. سلام ایوالله حاجی باز ببین 5 تا هم باز اینجا عینا داره. این دفعه هیچی نمیخرم چون مرغ سلام مرغ تخم مرغ این برم حالا تا آخر درستش میکنیم. خیلی خوب اینجا رو فتح کردیم 12 تا عینا. اینا رو البته بریم بذاریم اینجا. نه بیاریم اینجا 5 تا اینجا بیاد. چرا این اومد اینجا؟ حاجی چقدر درخت داریم. خب اینم بیاد اینجا نظرم نیفتیم بمیریم. این یه دونم بیاد اینجا. یه وسط خیلی اوکی شد. یه خونه هم حاجی میخوام اینور بسازم. دقیقه یه خونه من اینور میسازم. اینم بیام اینجا بکارم. وای وسیله ها وای آخ نیفتاد شاشبن شدم وای واقعا ترسیدم. یه دفعه خدا رو شکر اصلا اون نمیفته. خوبه همچین قابلیتی گذاشتش.
خب اینا هم که هنوز روش نکرده، بگیریم بخوابیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این قسمت خوشتون اومده باشه. سابسکرایب یادتون نره، حمایتمون کنید و یه لایک و یه کامنت هم زیر بذارید و اون زنگوله هم فعال کنید و که بریم واسه ادامه های ویدیو زیادی قراره با هم بذاریم. بله اینم از پایان قسمت 2 مایکروف روی هوا. قسمت 3 هم به زودی میذارم. اون لینک کانال رفیقم که بهتون گفتم موبایل لجند بازی میکنم هم میذارم. واقعا کارش خوبه، ضرر نمیکنه یکی از ویدیوهاشو ببینید حتما، واقعا کارش حرفه‌ایه. موفق باشین، روز خوبی داشته باشین و امیدوارم که از ویدیو من لذت برده باشین. تا قسمت بعدی و یه دیدار دیگه، خدا نگهدار.